نبیره ابوبکر صدیق است. نام این حضرت عروه است. عروه ابن زبیر. شوی اسماء زبیر نام داشتند. بچه همین زبیر عروه نام داشتند. به یک کسل مبتلا شدند. کسل سرطان بود. سرطان یعنی رگ میگیم. رگ در همین ساخت، در همین پای نبیره حضرت ابوبکر صدیق پیدا شد. طبیب ها را حاضر کردند. طبیب ها گفتند، عروه گفتند کمی مواد مخدر بر تو میتیم تا که تو بیهوش میشوی. این پا را باید که ما قطع کنیم، ببریم. بغیر قطع کردن، بغیر بریدن این پا دیگر طبابت ندارد. عروه گفتند من مواد مخدر استفاده نمی کنم. یعنی موادی که عقل مرا زائل کند، گفت این حرام است، من این استفاده نمی کنم. طبیب ها گفتند عروه اگر این تو استفاده نکنی در بریدن پا بسیار مشقت و عذاب میکشی. گفتند نه. گفتند وقتی من در نماز شروع کردم، در التحیات لله و الصلوات و الطیبات رسیدم، شما بریدن سر کنین. نماز عاشقانه را بینید. وقتی من در التحیات میرسم، در حالت التحیات اگر تمام بدن مرا ببرین من درک نمیابم. حضرت عروه میگن نشستن التحیات سر کردن. طبیب ها در دست کاردها منتظر. حضرت سر کرد التحیات لله و الصلوات و الطیبات. رفت دیگر، از هوش رفت، در عالم دیگر پیدا شد. طبیب ها پا را بریدن. حضرت عروه میگد بعد نماز میگد به هوش آمد، نگاه کرد که پا بریده شده است. گفت پای مرا همراه من به خانه من برید. حضرت میگد به خانه رفتند، پای در پیش خود جان گذاشتند و خبرگیرهای زیاد که در اطراف نشسته بود. این عروه میگه فریاد زد. دو فرزند داشت. فرزند کلانیش فریاد زد برای چی خدمتی باشد. فریادش زد، میگد این فرزند کلانی صدا نداد. عروه که فرزندهای خوب تربیه کرده بود، در اولین صدای او لبیک میگفتند حیرت دمان. گفت این لله و این الیه راجعون. چی شد که فرزند من صدا بر صدای من نداد؟ چرا لبی نگفت؟ این بار اول است که من میشنوم که فرزند فریاد میزنم و لبی نمیگوید. حاضرین که از قصه فرزند او درک داشتند گفتند، عروه گفتند الحال فرزند تو بالای بام برآمده بود. الحال یک زمان گفت وای از بالای بام افتید و هلاک شد. مصیبت بین. اون برادری که یک روز سوال داده بود که در یک فرزندش از دنیا گذشتن اکثر عبادتاش ترک کرد، نظر بر این دوستی خدا کن، عبرت از این دوستی خدا بگیر. حضرت میگد در حال چی گفتن؟ خدایا گفتن من 2 فرزند داشتم، 2 میوه دل داشتم. با گرفتگیتم شکر، به این فرزند خورده که دارم به اینم شکر. 2 پای داشتم، این پایی که از دست دادم به اینم شکر، به این پایی که الحال هست شکر. دوستهای خدا را ببینین، حالتهای وزنین در صبرشان را ببینین و نماز عاشقانه را ببینین. این است برادر عزیز یک لحظه از نماز عاشقانه. فکر میکنم البته این برای همین سوال این دادگی برادر کفایت کننده است. لیکن این گونه قصه ها خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. سلام بابای داملا. بعضا آدمان را میگوییم که چرا نماز نمیخوانی؟ میگویند که نمازخوانها کجا را گرفتند. البته این صدای هست که اولین بار نیست. من بر شما باز میگم برادرای عزیز، در سخن هر یک انسان شما دل شکسته نشوید. التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. پیغمبر ما و شما میگوید توفیق، خدا ترسی، نمازخوانی این یک عبادت خیلی بزرگی هست، یک چیزی خیلی بزرگی هست که خدا فقط بندگان دوستدارش میده، هر بنده را نمیده.
اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظیم. سوره تبارک، سوره ملک که ما و شما میخوانیم، وقتی که دوزخیان در دوزخ پرتافته میشود میگد سمیع لها شهیقا. دوزخ میگد به منزله که در پیش یک خر کمی جو میپرتای یا اینکه جو از دور میبیند و یک هرهر دارد، بعد آواز خچه بلند میکند. وقتی دوزخی میگه در چای دوزخ پرتافته میشود، اول دوزخ همتا یک هرهر دارد. وقتی دوزخی تا چند پایان رفتن که گرفت سمیع لها شهیقا و هی تفور، چنان هنگست میکند این دوزخ که حتی میگه نزدیک است که از غضب دوزخ پاره پاره شود. با آمدن دوزخی خشنود می شود. از خرسندی که دوزخی در داخلی او داخل شد، این میگه صدای بلند میزند و ملائکه هایی که در اون داخلی دوزخ، ملائکه های عذاب میگویند. آنها چی میگویند؟ میگویند آیا برای شما یگان ترساننده نبود؟ آیا شما را کسی نبود که خبر دهد که نماز است، روزه است، عبادت است، قبر است، قیامت است؟ آیا در بین شما نبود؟ اینا چی میگویند؟ میگویند بود در بین ما، لکن ما میگفتیم این سخنهای شما افسانه هست. ما میگفتیم که نمازخوانها کجا را گرفتند. این گونه صداها میدادیم. این صدای همین انسانی میشود که در روز قیامت از داخل چاه به سوی ملائکه عذاب این چنین جواب میگوید ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. دوزخی ها را خداوند از یک جانب میگذاشته است و بهشتی ها را از یک جانب. در قرآن میگوید خدا، در پاره 29 از قرآن است، میگفته است جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند ما سلککم فی سقر، چی شد که تو دوزخی شدی؟ تو در همراه من بودی، تو هم تاجیک بودی، تو هم خودت مسلمان میگرفتی، چی شد که امروز تو دوزخی شدی؟ چی میگفته است؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. در اصل من تاجیک بودم لیکن نماز نمیخواندم، بی نماز بودم. از حساب بی نمازیم امروز در قعر دوزخ خدا مرا جا کرده است. این است جواب این برادرها در روز قیامت. السلام علیکم داملا، برای من خیلی محبوب هستید. یک سؤال دارم. یک چیز مرا دائم در شک و شبهه آورده است. برای چی آدمان بی دین و بی خدا مال و ملکی بسیار دارند؟ نمیشود که خدا آنها را گدا و در بدر گرداند؟ خوش به حال همین برادرهایی که در دلشان ذره شک و شبهه دارند سؤال میکنند. من بر شما خبر میتم که برادرای عزیز، من چند بار در فصل فضیلت آدم به شما صحبت کردم. مالداری، دولتداری این نشانه مرتبه آدم نشان نمیدهد. اگر نشانه مرتبه آدم مالداری میشد، خداوند قارون و فرعون مال نمیداد، اونها را مال نمیداد. بلکه نشان آدمیت این ایمان است، این ایمانداری هست. ان الله لا ينظر الى اموالکم و الى اجسامکم ولا الى انصابکم. خدای شما چی میگوید؟ من نظر نمیکنم در دلاری تو، در پشت قناتی تو، در قصرهای در آشیانه تو من نظر نمیکنم. من در اون برادر و پدری که وظیفه های کلان داره در اونها نظر نمیکنم. من در جسم زیبای تو هم نظر نمیکنم، بلکه من در عملی تو نظر میکنم، من در دلی تو نظر میکنم. خدای تو این چنین صدا میدهد. حدیث من از کتاب برای شما نویساندم که پیغمبر خدا گفته است ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم. اخلاقهای شما را، آداب شما را خداوند مثل رزق روزی تقسیم میکرده است. چگونه که رزق روزی یک آدم بلند است، از یکی کم است، از یکی پست است،
خداوند رزق روزی را یعنی معین میکند، با همه یک خله میدهد. آدابم پیغمبر خدا گفت همچنان تقسیم میکند. آدابم خیلی چیزی قیمت است. ببین بسیاری برادرها نمازخوان هستند لیکن آداب ندارند، مسلمان هستند لیکن بی آداب هستند. اینا بسیار هستند. رسول الله میگه همچنان در ادامه حدیث چی گفتند؟ و ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب. خداوند مال میدهد کدام بنده ای را که دوست می‌دارد یا کدام بنده ای را که دوست نمی‌دارد مالش میدهد. و یعطی الایمان الا من یحب. دوام حدیث سوال این برادر جوابش است. لیکن ایمان خداوند میدهد مگر شخصی را که دوست می‌دارد. مال را به هر کس میدهد. ای دل چی کنم؟ خدا چنین میخواهد. نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی از خدا نان جوین میخواهد. السلام علیکم بابای حاجی، من بیشتر سخنهای شیرین شما را گوش میکنم و میخواهم به 2-3 سوال من پاسخ دهید. در کدام حالت مرد حقوق دارد که زنش را طلاق کند؟ راستی بار در باب طلاق التماس از همه شما فقط مفتی ها را سوال کنید. طلاق موضوع ما نیست، اگرچه ما کتاب طلاق خواندیم لیکن ما فتوا نمیدیم، زیرا طلاق بسیار نازکی ها دارد، بسیار نازکی ها دارد. این فقط کار مفتی هست. میرین مفتی را مراجعت میکنین در کدام حالت طلاق درست است، در کدام حالتش نادرست است. اینا فقط از مفتی ها پرسین. از من پرسین یعنی زنها را چقدر میتونین در خیلی اگر جنایت کلانش اگر دستگیرش نکنین دیگر در بعضی عادی ترین صورت ها شما طلاق ندهین. در لباس ناخوب شست یا خانه را ناخوب رفت یا طعام بی لذت تیار میکند یا کمی به سوی تو مثال گپ گردانید، اینها حالت نیستن که شما طلاق به اونها روا کنید، بلکه این حالت ها هم میتونین شما آداب دهید. میتونین به طریق صحبت، به طریق مصلحت، به طریق جمع آوری پدر و مادرش، اولاد اجدادش او را تربیه کنید. نماز بامداد را در ساعت 7 یا 8 خواندن ممکن است. در ساعت 7 اگر طلوع آفتاب نباشد جایز است. من نمیدونم در ساعت 7 طلوع آفتاب می شود یا نه. وقتی آفتاب که برآمد دیگر نماز بامداد خواندن چی هست؟ منع می شود. همون طلوع آفتاب یافتن در کار ساعت شد تا طلوع آفتاب جایز، ساعت چند نباشد. بلند خندیدن یا بزرگ خندیدن گناه است، البته به البته گناه است. کسی که اگر بلند خنده میکند یا بسیار خنده میکند، رسول الله گفتند تو میتول قلب، دل انسان خنده بسیار میکشد، دل انسان خنده بسیار و گپی بسیار میمیراند. دل انسان که مرد، این ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین بنده به سوی خدا بنده هست که دل وی سیاه می شود، دل وی سیاه باشد. خنده بسیار، گپی بسیار دل آدم سیاه می کند. از این خاطر همه وقت خنده کنین، شوخی کنین، لیکن از حد نگذرانید. چهارم سوال کردن، میگویند که بابای حاجی زبان انگلیسی را میدانید، درست است یا نه؟ ما یک زمانی میدانستیم، همون زمانهایی که تحصیل میکردیم در همون خارج زبان انگلیسی را گپ میزدیم، با استادا همین مراجعت ها کرده میتونستیم، جواب میگرفتیم، خانه میرفتیم میومدیم. لیکن با مدتی که مثال به اینجا رسیدیم دیگر هیچ تکرار نشد، اهمیت به اون زبان که ندادیم دیگر از یادمون رفت. لیکن همه شما را جوانای عزیز از همه درخواست دارم که تمام زبان را بیاموزید. باور کنین در دنیا و در آخرت هم شما سربلند هستید. امر اسلام شما هست که شما بخوانید. جوانای عزیز بسیارتر کوشش کنین. من شما را از نماز خواندن و از قرآن خواندن من نمی کنم. این علم اولین درجه هست که تمام شما قرآن خوان شین. قرآن هر سحر تلاوت کنید.
5 وقت نمازتان ادا کنین، لکن از علم دنیوی هم شما نگریزین. علم دنیوی علم باطل نیست. پیشواهای ما و شما بسیاری هستند که به علم دنیوی چنگ زدگی بدن. از این خاطر همه شما در درس ها معلم ها را احترام کنین. حتی بتوانین اگر درس های علاوگی بخوانین، هست حاضر مکتب ها در درس های علاوگی جاری شده است 5 سامان 10 سامان. همون رقاصه را آتا بگو در توی نیاره، یا چه بگو که مثال دین رجدین نکنه و هم 5 سوم 10 سوم در دست معلمه بتین تعلیم تون بده. این بهتر است. خراجات های بی معنی که مثال در معرکه های ما و شما می شود 40 ماشین 50 ماشین پیش یک بوتی کلانی سجده کنی میرین، اینها را ترک کنین، پول های اینا را در مکتب صرف کنین. سمکه بخرین، دفتر بخرین، قلم بخرین، با معلماتون توجه کنین. اینها برای شما بهتره. من بسیار دوست می‌دارم همون جوانی را که علم دنیایی را می‌داند. ما خود در مکتب 3 نداشتیم، فقط 4 و 5 خط می‌خوندیم. کسی همین علم دنیایی را هم که دانست، علم اخرویش هم آسان میشد گرفتن. علم دنیایی را که ندانستی، سالار هم که در سر ماندی با یک عادی ترین گپی دنیوی تر یک معرکه دا چیکار میکنن؟ متهم کرده میماند، همون کسی نباشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد السلام، من سوالی دارم. اگر آدم از آدم دیگر یگان چیزی گیرد و او را بر نگرداند چی می شود؟ این دوست می شود. اگر کسی که مال یک برادر را می گیرد و پس نمی گرداند، این چی است؟ این حکم دزد دارد. یعنی مگر که همون به طریق یک فریب از تو دزدید، یعنی مجبور نکرد و به طریقی که مثال در بین چند حیله و نیرنگ استفاده کرد و مال تو را از تو ستانید گرفت. این البته گناهگار است، در مال تو جوابگر است در نزد خدا. السلام علیکم داملای محترم. قسمی از آدمان مسلمان در اذان دادن مؤذن و شنیدن نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 2 انگشت را به چشم میرسانند و دلیل میارند که در کتاب جامع الرموز این سخن هست. تا کدام اندازه درست است یا نادرست بودنش را بر ما فهمونید. بعضی برادرها است که اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد رسول الله گفتند، همین انگشت ها را در بالای چشم میمالند. همین من شما را از کتاب مجموعه الفتوا صحیفه 327 کدامی داشته باشید. این حضرت میگوید که این اساس ندارد. این شکیدن انگشت در بالای چشم میگوید هیچ اصل ندارد. و ملاقاری علی قاری میگویند، این محدث است، این هزارها بار دیده از صاحب جامع الرموز و کنز العباد هم این گپ میگه، از اینها دیده مرتبهش بلند است. این حضرت میگوید که صاحب جامع الرموز هر مسئله که خواه تر است خواه قاق است در یک قابچه جمعشون کرده است. این سخن علی قاری هست. از این خاطر این حضرت صاحب مجموعه الفتوا که این حنفی مذهب است، کتاب ما و شماست، این میگه این هیچ اصل ندارد، این نکردنش بهتر میگه. کدامی داشته باشین صحیفه 327 تماشا کنید. داملای شیرین سخن، از ما خواهش میکنیم که به این سوال من جواب گردانید. من از اول ماه رمضان روزه گرفتم. در روز جمعه بزرگ روزه ام را خوردم از بیماری. آیا روزه گرفتگی هم قبول می شود یا نه؟ همینش را درست فهمید. البته قبول می شود. وقتی انسان که بیمار شد خداوند رخصت می دهد که روزه را بخورید، با که ندارد. این آیت کریمه هست. وقتی باز رمضان که تمام شد، یعنی چند روزه که تو مثال بیمار شدی، وقتی صحت که شدی همون روزها را قضایی میگیری. البته روزه تو در نزد خدا قبول میشه. السلام علیکم نام عزیز. قیام نماز پیشین کی می شود که نماز خواندن درست نیست؟ الحال میگوین از 12 تا 12:40 یعنی یگان نماز نخونین که قیام است. حالت قیام است، در همین حالت شما نماز نخونین. همین داملاهای کلاب همش همین گپا میگن که از 12 تا 12:40. سلام داملای شیرین سخن. از نام یک نفر مخلص شما داملای محترم، من یک سوال دارم، التماس جواب عمیق دهید. من 3 سال پیش
طواف خانه خدا کردم. در سن 36 ساله می باشم. بعد از طواف کردن به خود مقصد گذاشتم که هر آنچه که خداوند بر من حرام کرده است دست میکشم و با یک دختر از شوهرش برای کودک نکردن جدا شده بود شناس شدم. خوب گوش اندازید. و او را با طریق مسلمانی به نکاح خود در آوردم و او 5 سال باز زندگی کرده ایستادم و صاحب یک فرزند شدم. این دختر بگیم حساب بیوه گرفتن و سبب کودک نکردنش این مرد حاجی است. نکاح کرده است و طریق اسلامی گرفته است. و یک روز شب به خانه در آمدم، زنم را با یک مرد ناشناس در جاگه خود در حالت مادرزادی قپیدم و آنها را یگان گپی گنده نگفتم و والدین زن را یعنی اپش را آوردم و شاهد همین کس زنم را 3 طلاق کردم. داملای محترم، به من گوید که من با این گناهی که 3 طلاق گفتم در نزد خداوند چقدر گناه و عذاب میکشم. به من گوید که تا به گوش خود شنوم. یعنی این برادر، یعنی به سبب این قدر اسلام یک دینی هست که در دل آدم چنان رحمی را پیدا میکند که همان زنی را که در حالتی بگیم زنا با یک مرد دیگر میقپد و به یک سبب طلاق گفتن این مرد در خوف است و اون زن بدبخت نه. به سبب طلاق گفتنش در خوف است که خدای را چی میگفته باشد، لکن اون بدبخت مردی که در خانه این کس در آمد و این زن بدبختی که این کار انجام داد اونا از خدا نترسیدند. این برادر انشاءالله تو از جوابگری در نزد خدا با طریق کامل باوری کن که تو خلاص هستی و البته هیچ مرد دیگر برای خود روا نمی بیند در حالتی که زنی خدا با یک مرد بیگانه می بیند و با او دیگر زندگی کند. اگر چنده که دستورات اسلامی هست که اگر عفوش کنی حق توست میتونی که عفوش کنی، لیکن اگر زندگی هم که نکردی طلاق هم که کرده باشی خیر باز اینا تو میتونی که از همون مفتی ها پرسان کنی، لیکن به عقیده من باشد تو کاری خطا نکرده، خوب کردی که از این زن جدا شدی. یعنی احترام حاجگی ترا ندانست، احترام اسلامی ترا ندانست. و زمانی که یک بار این بدبخت شده بود باز مثال در بخت شما مسلمان داخل شد و به قدر شما که نرسید حالی او این است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا به حساب شکرانه خدا میکنم که به ما چنین پیشوایی با تقوا مانند شما نصیب گردانیده است. دعا میکنم که پروردگار را علمی داشته شما را دوچند کند و ما از آن امر معروف های شما بهره بریم. آمین. داملای عزیز، به سوال های من خواهش میکنم در روز جمعه جواب دهید. روز نماز جمعه را در مسجد جامع یک قشلاق گذاشتم. بعد نماز را ادا کردن اهل مسجد باز 6 رکعت نماز احتیاطی خواندند، لیکن من نخواندم برای آنه که آن وقت نمیدانستم مگر من 4 رکعت فرض پیشین را قضا خوانم یا نه نخواند. وقتی که نماز جمعه که اعلان شده است همون دیه و فرمان مفتیات در او باشد که این نماز جمعه هست، در اونجا که نماز جمعه را خواندین دیگه فرض احتیاطی نخوانید. تمام همون جمعه شما در نزد خدا مقبول است. این احتیاطیش مثل یک شبهه می شود، یعنی در نماز خودت وقتی شبهه کردی نماز شبهه دیگر قبول نمی گردد. از این خاطر نخواندن شما نمازی همون احتیاطی را این بهتر است. روز جمعه در زندان نماز پیشین را جماعت خواندن درست است یا نه؟ در روز جمعه در زندان هم نماز جماعت جایز نیست. نماز جماعت همین قدر حکمش بلنده هست که در زندان هم نماز جماعت در روز جمعه مکروه است مگر بعد جمعه. یعنی ما و شما در ساعت 1:30 که بود کردیم، زندانی ها می توانند که بعد ساعت 1:30 جماعت کنند. تا وقت جمعه را حق ندارند. سیوم، اهل سنت از شیعه چی فرق دارند؟ شیعه خودش چیست؟ در آخر از شما دعا طلب میکنم که خداوند از 5 وقت نمازی که عطا فرموده است به نصیبم نگرداند، از آن جمله از نماز جماعتی جمعه. این شکی منتداری بیان میکنم. شیعه از اهل سنت فرق خیلی کلان دارد. من همون شیعه های اشدیش میگم.
شیعه هایی که در همسایگی ما در همون خارج زندگی میکردن، شیعه هایی بودن که سخنهای اونها را باور کن به زبان آوردن. نمیخوام که در بین این مردم باز ممکن شما نفهمین، اونها را من نمیارم، لیکن این قدر میگم که امروز همون هجومهای شیعه مذهب هم در بین ما و شما پیدا شده است. احتیاط کنین، احتیاط کنین. این رویه خیلی رویه غلط است، خیلی رویه خطا است و شما را عاقبت خار می سازد در دنیا و در آخرت. ولا تصوبن احدا من اصحابی، اینجا نون ثقیله است میگه در کلمه عرب. پیغمبر خدا گفتند البته به البته هیچ صحابه مرا دشنام ندهید، لیکن اون طایفه ابوبکر را دشنام میدهند، عمر را دشنام میدهند، عثمان را دشنام میدهند. فقط برای اونها علی عزیز است و خلاص. لیکن اهل سنت ما دوست به همین 4 یاری سرور دین هستیم. ما هر 4 دوست می‌داریم. کمی مثال دیگرگونی های بسیار است. راستی بار در کدامت که اگر پیشنهاد کردن قبول نکنید، بسیار یک راهی غلط است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب این امر معروف و نهی از منکر را در نامه اعمال این جمعیت ما کتابت بفرما. خدای مهربان، از درگاه تو مسئلت داریم، میپرسیم که یک ماه ما روزه ماه مبارک رمضان داشتیم، خالی از سهو نیست، خالی از نقصان نیست. خدای مهربان، تو بسیار بخشنده هستی و از گناه بنده گذرنده هستی. خدای مهربان، این روزه های ما را به درگاهت مقبول بگردان. خدای مهربان، باز تا رمضان دیگر این جمعیت ما را در حفظ امان خودت نگه بدار. خدایا محبت ما را نسبت خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآنت، نسبت اسلامت خدایا زیاده بگردان. خدایا اهل این جمعیت ما چی مراد، چی مطلوب، چی مقصود